سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم. یکی از انواع کارماها بچه‌ها کارمای تقدیری هست. کارمای تقدیری کارمایی هستش که شما همین الان مثل خانواده، دوستانتون، جایی که کار میکنید، شرکا یا هر کسی که وارد زندگیتون میشه جزئی از این کارمای تقدیری هستش. اگر ما بخوایم از بند کارماها رها بشیم و این چرخه رو بشکنیم و این تناب کارما تضعیف بشه، حتما باید خودشناسی کنید، چون راهی جز این نیستش. تا دیگه توی این چرخه ها قرار نگیرید و به اون آزادی الهی دست پیدا کنید و به ابعاد بالاتر خودتون برسید. و اینا هم حتما آموزش داره و زیر نظر یک راهنما باید برید جلو. در پناه خدا باشید.